فصل 5 نابرابری ها. ما کلا 3 حالت داریم. یا آ برابر با بیه که بهش میگن معادله، یا آمون بزرگتر از بی یا کوچکتر از بی که به اینها میگن نابرابری یا نامعادله. وقتی میگیم آ از بی بیشتره یعنی به اندازه یه عدد مثبت بیشتره. اینجا من 2 مثال زدم که آ از بی بیشتر. بر هر کدوم عدد دادم. آ -1 و بی -2. اینجا آ اومده بی که -2 بود به علاوه 1 عدد مثبت شده و تو گزینه دومونم همینطوره. آ 5 بوده بی 1. آی ما میشده 1 به علاوه 4 که 1 عدد مثبت هست شده 5. توی محورها کشیدیم. همیشه عددی که بزرگتره در سمت راست محور قرار میگیره. نامعادله ها رو هم دقیقاً مثل معادله ها میشه حل کرد. مثلا وقتی میخوایم به یک سمت نامعادلمون یک عددی رو اضافه کنیم به سمت دیگر معادله همونم باید همون عدد رو اضافه کنیم. مثلا اینجا ما آ به علاوه x این به علاوه x علامت نامعادله ما تغییری نمیکنه. یا مثلا از 2 سمت نامعادلمون یه عدد رو کم میکنیم بازم فرقی برای ما نمیکنه. مهم این علامت ما تغییری نمیکنه. میتونیم براش مثال بزنیم. 2 بزرگتر از 1. اگه به 2 رو به علاوه 1 کنیم بازم بزرگتر از 1 به علاوه 1. اینا چی میشه؟ این میشه 3، این میشه 2. 3 از 2 بزرگتر یا 2 بزرگتر از 1. یه مثال برای منفی میزنم. 2 منهای 1 1 هم منهای 1 این میشه 2 منهای 1 میشه 1 1 منهای 1 میشه 0. باز هم 1 از 0 بزرگتره. وقتی که میخوایم یک عددی رو در نامعادلمون ضرب یا تقسیم کنیم اگه این عدد ما که مثلا 30 مثبت باشه اگر ضرب کنیم علامت تغییری نمیکنه و اگه تقسیم کنیم هم علامت باز همونه. مثلا مثال میزنم. 4 بزرگتر از 2. وقتی ضرب میکنم 4 ضرب در 2 بزرگتر از 2 ضرب در 2. 2 4 تا 8 تا 2 2 تا 4 تا 8 از 4 بزرگتر. یا تقسیم 4 تقسیم بر 2 بزرگتر از 2 تقسیم بر 2. 4 تقسیم بر 2 میمونه 2. 2 تقسیم بر 2 میشه 1. پس علامت تغییری نکرد. هر وقت یادتون رفت که علامت تغییر میکنه یا نه میتونید یه مثال کوچولو مثل این بزنید. مثال بعدی زمانی که دو طرف نامعادله رو ضرب در یه عدد منفی میکنیم. وقتی ضرب در یه عدد منفی میکنیم علامت نامعادله عوض میشه. حتی زمانی که دو طرف نامعادله تقسیم میکنیم به یه عدد منفی علامت نامعادله عوض میشه. مثال میزنیم. 4 از 2 بزرگتر. میایم دو طرف رو ضرب در -2 میکنیم. میشه 2 4 تا 8 میشه منهای 8 علامت رو میذاریم. 2 ضرب در منهای 2 2 2 تا 4 تا علامت رو میذاریم. -8 از -4 کوچیکتر. پس علامت ما تغییر کرد. یا 4 تقسیم بر منهای 2 با 2 تقسیم بر منهای 2 تقسیم بر منهای 2 میشه 1 علامت هم میذاریم میشه -1. 4 تقسیم بر 2 میشه 2 علامت منفی رو هم میذاریم. -2 از -1 کوچیکتره پس علامت تغییر کرد. حالا رسیدیم به معکوس کردن در نامعادله ها. اگه آ بی ما بزرگتر از 0 باشه یا آ بی ما کوچیکتر از 0 باشه یعنی چی منظور؟ یعنی هم علامت باشن هر جفتشون. وقتی معکوس میکنیم علامت ما تغییر میکنه. مثلا 2 از 1 بزرگتر.
جفتشون هم علامتن مثبتن. وقتی میخوایم معکوس کنیم میشه 1/2، اون یکی هم میشه 1/1. کدوم بزرگتر؟ 1/1 میشه 1 و 1/2 از 1 کوچیکتره. پس علامت تغییر کرد. حالا مثال عددهای منفی رو میزنیم. منهای 4 از منهای 5 بزرگتره. معکوس میکنیم میشه منهای 1/4. این ور میشه منهای 1/5. منهای 1/5 از منهای 1/4 بزرگتره. پس باز هم علامت تغییر کرد. حالا این معکوس کردن به چه درد ما میخوره؟ مسئله ممکنه بیاد بده اینو که 1/x به توان 2 به علاوه 15 بزرگتر از 1/2x 2 به علاوه 1. خب ما برای اینکه اینو بتونیم راحت تر حل کنیم میگیم که صورت ما مثبته، پایینش مخرجمونم توان 2 داره، بعدش هم که جمع اومد، پس کلا مثبته، همه جا علامت ما مثبت. ما میایم اینا رو معکوس میکنیم، میشه x2 به علاوه 15 2x2 به علاوه 1. خب یادتون هست دیگه وقتی معکوس میکنیم علامت ها تغییر میکنه، این ور بزرگ و این ور میشه کوچیک‌تر. حالا نامعادلمون رو حل میکنیم. اینجا 15 داریم، 1 رو میاریم این سمت میشه منفی، این ورم 2x2، x به توان 2 رو میبریم اون سمت میشه منهای x2، 15 منهای 1 میشه 14 کوچکتر از 2x2 منهای x2 میشه x به توان 2. x به توان 2 ما از 14 بزرگتره. وقتی x به توان 2 ما کوچکتر مساوی آ، جواب x ما بین مثبت و منفی رادیکال آ. مثلا مثال میزنیم x به توان 2 ما کوچکتر از 9، میگیم پس x ما بین منفی رادیکال 9 و رادیکال 9 هست. حالا یه زمان دیگه میاد میگه x به توان 2 ما بزرگتر مساوی آ، اون موقع میگیم x ما بزرگتر مساوی رادیکال آ و x کوچکتر مساوی منهای رادیکال آ است. مثال x به توان 2 بزرگتر مساوی 4 میشه x بزرگتر مساوی رادیکال 4 و x کوچکتر مساوی منهای رادیکال 4. برای کسایی که متوجه نشدن مثال رو خوب ببینید، گفته که x به توان 2 کوچکتر مساوی 9. چرا گفتیم x بین منهای رادیکال 9 با رادیکال 9؟ منهای رادیکال 9 چند میشه؟ میشه منهای 3. رادیکال 9 هم میشه 3. ما اگه منهای 3 رو به توان 2 برسونیم میشه 9. ولی اگه منهای 4 رو بنویسیم میشه منهای 4. ضرب در منهای 4 میشه 16 که از 9 ما خیلی بزرگتره. پس ما نمیتونیم اونو بنویسیم. x هایی که بین منهای 3 و 3 هستن بهترین جواب برای این نامعادل هستن. مثلا اگه منهای 1 رو به توان 2 برسونی، منهای 1 ضرب در منهای 1 میشه 1. پس باز کوچکتر از 9 ماست، پس این جواب درسته. یا مثلا توی این یکی مورد x به توان 2 بزرگتر از آ باشه. حالا تو یکی مثال ما x به توان 2 بزرگتر مساوی آ، ببینید میگیم که x به توان 2 بزرگتر، مثالش بزرگتر مساوی 4. چرا میگیم x بزرگتر مساوی رادیکال 4 و x کوچکتر مساوی منهای رادیکال 4؟ چرا x های بینشون رو نخواستیم؟ اما که اینجا که رادیکال رو میگیریم میشه جواب 2 و منهای. برای اینکه خواسته x به توان 2 مون بزرگتر 4 باشه، یعنی ما عددی رو که اینجا میذاریم وقتی به توان 2 میرسونیم باید جوابش از 4 بیشتر بشه. مثلا اینجا 2 به توان 2 میشه 4 خودشه، 3 به توان 2 میشه 9، یا اینور منهای 2 به توان 2 میشه 4 باز هم برابره، یا منهای 3 بعد کوچیک‌تر گفته دیگه، منهای 3 به توان 2 میشه 9 از 4 بزرگتر. ولی
اگه مثلا بیایم ایکس های بین این دوتا رو بگیم، مثلا 1 رو بذاریم، 1 به توان 2 میشه 1 از 4 ما کوچیک‌تره، پس این جواب درست نمیتونه باشه. میایم مثال بعد تو نامعادله های قدر مطلق. وقتی قدر مطلق x بزرگتر مساوی a، جواب این نامعادلمون میشه x های بزرگتر مساوی a و x های کوچکتر مساوی a. مثال قدر مطلق x بزرگتر مساوی 2. میگیم این داخل قدر مطلق یه عددی باید باشه که حداقل بشه 2، یا مثلا وقتی علامتش رو تغییر میدیم توی قدر مطلق میاد باز جواب بیشتر از 2 بشه. مثلا x های بزرگتر از 2 مثلا 3 4 5 اینا رو بذارید همون عدد بزرگتر از 2 در میاد. ولی خب اگه مثلا حالا میگیم چرا x کوچکتر مساوی منهای 2، چرا نمیگیم منهای 1 و اینا؟ اگه منهای 1 رو بذاری بره تو قدر مطلق 1 در میاد، از 2 ما کوچکتره، توی نامعادله ما قرار نمیتونه بگیره. پس بر همین x هایی که کوچکتر مساوی منهای 2 هستن، مثلا منهای 5 رو قرار میدیم تو قدر مطلق، به صورت مثبت میاد بیرون، میشه 5 بزرگتر از 2 هست، صحیحه، پس این نامعادله درسته. حالا قدر مطلق x کوچکتر مساوی a بشه. وقتی کوچکتر مساوی a ما میتونیم بگیم که x مون بین a و منهای a. مثالش قدر مطلق x ما کوچکتر مساوی 2 بشه. 2 و منهای 2 رو ما اگه تو قدر مطلق بگذاریم میشه 2. حالا برای اینکه کوچکتر بشه اعداد بین اینا رو میذاریم، مثلا 0 رو میذاریم، 0 بیا تو قدر مطلق میشه 0 از 2 کوچکتره. یا منهای 1 رو بذارید تو قدر مطلق 1 میاد بیرون، 1 از 2 کوچکتره. حالا میخوام توجهتون رو به یه چیزی جلب کنم. زمانی که x به توان 2 ما از آمون کوچکتر بود، x بین منهای رادیکال a و رادیکال a بود. اینجا هم که قدر مطلق x مون از a کوچکتر بود، x مون بین منهای a و a بود. حواستون به این علامته باشه، هر جفتشون x ما کوچکتر از اون عدد a بود و جوابش اومد x بین a منهای a یا x بین منهای رادیکال a و a.